شما رو از این سفر رادان به بلوچستان بشنویم. آقای شیرانی اشاره کردند که نیروهای بومی بسیج رو اجازه حضور ندادند. ملاقاتی که با افسران و کادر نیروهای نظامی و انتظامی داشته، معلوم نیست که در اون جلسه چه گذشته. در همین روزها خبر از این رسید که سردار احمد طاهری که در کشتار زاهدان فرمانده نیروهای نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان بوده، به عنوان مشاور احمد رضا رادان تعیین شده. قرائت شما از این موضوع چیه؟ سلام دارم خدمت شما دو مهمان عزیز و ارجمند، بینندگان گرامی. چند فکت روی زمین همین حال حاضر موجوده. یکی این که مولانا عبدالحمید در حالت مقاومت هست، بلوچستان در حالت مقاومت هست، اعتراضات در جریان هستند. دومین مسئله اینه که جمهوری اسلامی نگران بود که در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی اعتراضات خیلی فراگیر بشه، ولی با توجه به رخنه هایی که ایجاد کرده بود، کنترل هایی که ایجاد کرده بود، سرکوب هایی که ایجاد کرده بود، اشکالاتی که در نهایت اومده بود، این جنبش در اون سطح بالا نگرفت، خصوصا حضور رونالدو در میدان و بسیاری از موارد جانبی که اتفاق افتاده بود. تصور اینها در این ذهن اینها این تصور شکل گرفت. خب شاید ما الان زمانش رسیده که بلوچستان رو هم تیر آخر رو بزنیم، خلاص بکنیم و اینها رو هم خاموش بکنیم. منتها عواملی که مؤثر هستند در رشد این تظاهرات ها، عواملی که مؤثر هستند در وجود این مقاومت، این عوامل باید خنثی بشن. عاملی که شخص مولانا عبدالحمید باشه قبول نمیکنه، در مقاومت هست، در جلسات شرکت نمیکنه، تحریم کرده رژیم رو. برای اولین بار از ما مشاهده میکنیم که رژیم داره تحریم میشه. از طرف دیگه تنها راهی که براشون باقی میمونه اینه که وقتی نمیتونن مثل سابق مولانا رو به انتخابات ها بکشونن، به همراهی خودشون بکشونن، باید اطرافش رو خالی بکنن. برای این کار چیکار کردن؟ ببینید ما یه دو تا تناب دارن، یه سرشو میکشن، یه سرشو ول میکنن، شل میکنن. از طرفی مولوی کوهی رو آزاد میکنن تا طرفداران و هوادارانش رو در خارج از گود زاهدان از اعتراضات باز بدارن. از طرفی اطرافیان مولانا عبدالحمید رو بازداشت میکنن که همین دیروز مولوی حمیدالله فاروقی هم با پدرش در زاهدان با یک توطئه جدید بازداشت شده و با همین طرفن تلاش کردن بقیه مولوی هایی که در صحن مسجد مدرسه وجود دارن و حاضر نیستن مثلا از اون حوزه خارج بشن و اینا هم نمیتونن وارد اونجا بشن، از طریق ترفندهای جدیدی که مثلا اونها رو بکشن به بیرون دوباره بازداشتشون بکنن. منظورم اینه که اونها تصورشون بر اینه که ما موفق شدیم که محاصره رو نسبت به مثلا به بقیه مناطق کشور اتفاق نیفتاده و این رو داریم محاصره رو تنگ میکنیم، به حوزه زاهدان رسوندیم، یعنی حتی بقیه بلوچستان هم دیگه همراهی نمیکنن. مثلا مولی نقشبندی مجبور شده که در یک موقعیت خاصی قرار بگیره، شهر راسک رو هم مثلا خنثی بکنن، با حضور مولی کوهی این فضا رو آرامتر بکنن. از طرف دیگه در منطقه زاهدان اینها رو در یک محاصره قرار بدن. یعنی الان تصور رژیم اینه که فقط تنها جایی که احتمالاً خیزشی صورت میگیره یا اعتصاب و اعتراضی میشه زاهدان هست و همین خواهد سفرهایی که انجام دادن عمدتاً به جنوب بلوچستان هست، رازان. صحنه من باورم به اینه که ما اگر میخوایم، خب ما به یک استراتژی متقابل نیاز داریم. ما در شرایط کنونی نباید زاهدان رو تنها بذاریم، ما نباید این تصور در حکومت ایجاد بشه که تنها مولانا عبدالحمید هست و تنها هست. تمام عواملی که مؤثر هستن باید این اعتراض رو به سرتاسر بلوچستان بکشونن. اگر این محوریت و این استراتژی از طرف اپوزیشن صورت بگیره که خب ما یک سری چالش هایی در حوزه داخل داریم که اونا که نمیتونن این مسئله رو انجام بدن به اون شکلی که هست، اگر این توافقات و این رفتارها این استراتژی صورت بگیره که این برنامه بر بگرده به اون سمت، هم به اون سران طوایفی که تلاش شده از طرف رژیم که به سمت حکومت حرکت بکنن پیام میده که مولانا عبدالحمید تنها نیست، تمام بلوچستان اینجا در این اعتراضات و قیام هستن، زاهدان تنها نیست و این یک محوریت کلی هست.
و همچنین یعنی استوار میکنه اونها رو، و از طرف دیگه به رژیم هم پیام میده که خیر، شما تصور نکنید که این اعتراضات مختص یک منطقه هست، این مربوط به تمام بلوچستان هست. کشتارهایی که صورت گرفته در تمامی بلوچستان بودن و کسی هم که در زاهدان کشته شده، در خاش کشته شده، در میرجاوه کشته شده، مشابه با همین رو ما در شمسر داشتیم، مشابه همین رو در سرباز و در مناطق دیگر داشتیم. این مسئله ملی بلوچ است، مسئله همه مناطق بلوچستان هست و حضور پررنگ همه مردمان این توطئه و نقشه رو هم از بین خواهد. ممنون و متشکر آقای سربازی، همچنان همراه ما بمونید.